برسیم به تایم صحبت آزاد. سه عزیز تو بازی هستن، اوج حساسیت. 2 دقیقه من تایم میگیرم. 3 2 1 شروع شد. آقای نبویان، شما نمیدونید که شهروند ساده باشه وقتی ازش سوال میکنید نمیگه که من شهروند سادم، چون مافیا میتونه بخرش. من از اولش بهش مشکوک بودم. امیرعلی آدمیه که بذاره من قصر در میگم بری اونجا ذهن زیبا بکشی سپر میفته شاتت میکنن. چی دیگه باید بگم؟ اگر با من به توافق برسی 2 حالت داره. من مافیایی یا نه؟ اگر با من دست بدی تو برای من شهری. علی صالحی رفت بیرون، تغییر چهره رو آورد گذاشت جلو آقا. چیزی به شما بگم، این میزان آگاهی که علی صالحی مافیای قطعی بوده و تغییر چهره رو گذاشته جلوی من از کجا؟ گول میخوری. باشه اصلا من رو صحبتم با سرین اگر شهر که خب میذاش بازی تموم میشد. از جلوی کی میذاش؟ آقا شهروند شما کیه؟ سرکار خانم بهاره افشاری. شهروند شما کیه؟ افشاری. کلید این بازی دست شماست. 2 عزیز گفتن شهروند شما هستی. شهروند بازی رو برد.